سروران گرامی و حضار محترم، الله ذوالجلال را سپاس گزاریم. توفیق عنایت فرمود در این لحظات با ارزش در بهترین مکان، محل سجده الله ذوالجلال و عبادت روز جمعه گرد هم بیاییم و سجده و عبادت الله را بنماییم. ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم. در جمعه قبل در این روز هم جمعه بود و هم عید بود و این اولین جمعه است که بعد از رمضان منهای عید الله ذوالجلال توفیق عنایت فرمود. آنچه در زندگی یک مؤمن بعد از رمضان مهم هست، اون نتیجه است که از رمضان به دست آورده است، اون ثمره است که بعد از رمضان به دست آورده است و در زندگیش وجود دارد. تحولی است که در زندگیش آمده، انقلابی است که در اخلاقش آمده، در کردارش آمده، در گفتارش آمده، در ایمانش آمده. ارتقاء معنویاتی است که به برکت رمضان به دست آورده و حفاظت آن، استقامت بر آن. دو چیز هست، یکی آمدن به راه که انسان توفیق حاصل بنماید، بر صراط مستقیم گامزن باشد، قدم بگذارد. دوم استقامت بر اون طریق هست، بر اون صراط هست. اکنون در مرحله استقامت هستیم. استقامت نسبت به آنچه در رمضان حاصل نمودیم، این خیلی ارزشمند هست و بالاترین نعمت هست، بالاترین لطف و فضل الله ذوالجلال هست که ما بر آنچه به دست آورده ایم استقامت داشته باشیم و تا رمضان دیگر نتیجه را، محصول رو، آنچه به دست آوردیم حفظ بنماییم. یه ثروتی وقتی که به دست یک انسانی با زحمت میاد، قدر اون ثروت رو میدانه، چرا که زحمت کشیده، وقت گذاشته و معمولاً برای حفاظتش و مصرفش هم دقت می نماید که به سادگی از دست ندهد. و چه بسا ثروت‌های باد آورده است که به فرزندانی به ارث میرسد و چون زحمت نکشیده اند در خرج کردنش دچار اسراف میشوند، دچار بی‌پروایی میشوند و راحت از دست میدهند، زحمتی نکشیدند. در رمضان الله توفیق داد، زحمتی کشیدیم، تشنگی تحمل نمودیم، شب بیداری رو نصیبمون شد، نفس رو زیر پا گذاشتیم، هوا و هوس رو زیر پا گذاشتیم و یه اندوخته معنوی 100% برای هر کدوم از ما حاصل شده است. این اندوخته رو و این ثروت رو حفظ نمودن تا رمضان دیگر بالاترین رسالت و وظیفه ما هست. این نعمت ارزش داره. این ثروت به عنوان نعمت هست، سروران گرامی، بالاترین نعمت هست. آیه تلاوت شد، الله ذوالجلال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در حجة الوداع این آیه نازل شد.
آخرین حج. مضمون این آیه اینه که با نزول این آیه و آخرین حج الله ذوالجلال می فرماید اون دستورالعمل زندگی که لازم بود من به پایه تکمیل رساندم، امروز تکمیل شد. اون بسته‌ای که نیاز شما هست و اون برنامه‌ای که در زندگی شما لازم هست، اون برنامه کامل تکمیل شد، به اتمام رسید. اکملت لکم دینکم، اون دینی که نیاز شما انسان ها بود، نیاز شما بشر بود، امروز من اون تکمیل کردم. و در ادامهش الله می فرماید و اتممت علیکم نعمتی، نعمت رو من به انتها رسوندم. این معناش اینه که قبل از این هرچی انسان داشت، بشر داشت، تا قبل از نزول این آیه نعمت محسوب نمی شود. عربها اگر ثروت داشتند، اگر قدرت داشتند، اگر توانایی داشتند، نه تنها عربها بلکه کل انسانیت، در اون زمان امپراتورهای بزرگی وجود داشت، ایرانی ها تمدن داشتند، ثروت داشتند، رومی ها، یونانی ها هم علم داشتند، فرهنگ داشتند، علاوه بر اون شوکت داشتند، ثروت داشتند. اینها از نگاه رب العزت نعمت محسوب نمی شود. اتممت علیکم نعمتی، روزی که این آیه آخرین آیه نازل شد، الله می فرماد نعمت به انتها رسید. یعنی تمام تمدن‌های قبل از اسلام نعمت محسوب نمی شوند. با نزول این آیه نعمت به انتها رسید. اتممت علیکم نعمتی یعنی چه؟ یعنی مجموعه دستورات الله ذوالجلال که از آن به عنوان دین یاد می شود، اسلام یاد می شود، الله این رو آخرین درجه نعمت معرفی می نماید. و رضیت لکم الاسلام دینا، اون نعمتی که به انتها رسیده است اسلام هست، دین هست. مفسرین، دعوتگران بر این نکته اینجا تمرکز نموده‌اند که تمام نعمتها منهای نعمت دین پوچ است و بی ارزش هست و آنچه که ارزشمند هست اون دین هست، چرا که مورد پسند الله ذوالجلال هست و به عنوان انتهای نعمت معرفی شده است. از این استنباط نمودن که تمام نعمتها رو می شود در راه دین فدا نمود، در راه اسلام ازش گذشت و وظیفه یک مسلم، یک مؤمن همینه که نعمت اصلی رو چنگ بزند و برای حفاظتش و نگه داشتنش و تمسک به آن از سایر نعمتها اجتناب بنماید. در شرایط لازم وقتی که استکاکی پیدا می شود بین خواسته های نفس، هوا و هوس و سایر نعمتها و از اون طرف نعمت دین هست، وظیفه مؤمن اینه که آن نعمتی رو که الله پسندیده است همون نگه دارد. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، و غیر از نعمت دین، غیر از اسلام دیگه هر آیینی رو الله میفرماید، هر ایده ای رو، هر مکتبی رو، هر فکری رو که شما دنبال بنمایید قابل قبول نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اینه که بالاترین نعمت در زندگی اهل اسلام
بالاترین نعمت در زندگی اهل دین و اهل ایمان اسلام هست و دین هست. ارزش این نعمت رو سروران گرامی شاید در زندگی ما انسان ها در شرایط کنونی در این عصر، مسلمانانی که نسل اندر نسل اسلام را به ارث برده اند و زحمتی نکشیده اند، چندان نمایان نباشه اهمیتش. مانند همون فرزندی که ثروتی رو به ارث برده است و خودش زحمتی نکشیده است و این ثروت رو راحت ازش میگذرد و حیف و میل می نماید و در حفاظتش غفلت می نماید، مثال ما مسلمانان ارثی همینه که ما یک آیین بسیار با ارزش رو، یه نعمت بسیار ارزشمند رو اما بدون زحمت به دست آورده ایم، بدون تلاش به دست آورده ایم. در زندگی ما اگر ملاحظه بنماییم، زندگی خودمون، زندگی آبا و اجدادمون، سلسله نسبی که به آن متصل هستیم، کمتر خانواده است که در راه دین زحمتی کشیده باشد الا ماشاءالله. کمتر خانواده است که خونش ریخته شده باشه. کمتر خانواده است که سایر نعمتهایش رو، سایر داشتهایش رو به خاطر دین فدا کرده باشد. به این جهتی که این نعمت اهمیتش چندان براش روشن نیست، براش مهم نیست. لذا برای اهمیت دین و شناخت دین ما باید از اون کسانی سوال بنماییم، به اون کسانی مراجعه بنماییم که در راه دین جان دادن، در راه دین قربان شدن، هجرت کردن، خانه و کاشانهشون رو رها نمودن. اونها ارزش دین رو میفهمند، ارزش این نعمت رو میفهمند. اگر ما پای سخنان یک صحابی بنشینیم، یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که سختی های زندگی مکی رو تجربه نموده است، به پای سخن صحابی بنشینیم که سنگهای داغ رو بر سینه‌اش گذاشتن و روی سینه‌اش فشار دادن و او رو بر اخگرها نگه داشتن، از اون صحابی اگر ما سوال بنماییم، او اهمیت دین رو میداند، اون میفهمد دین یعنی چه. یا اون صحابی که تمام اهل و عیالش رو، خانوادهش رو از دست داد و تنها ماند و مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت، از اون اگر سوال بنماییم او معرفی میکند دین چیه. اگر از خباب سوال بنماییم، خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنه که اومد لباسش رو بالا زد نزد رسول خدا و پشتش رو نشون داد، یا رسول الله الا تدعو لنا، آیا وقت آن نرسیده است که برای ما دعا بنمایی؟ این پشتم را ببین، جای ناخونی هم باقی نمانده است مگر این که اثر شکنجه بر اون وجود داره. از خباب سوال بنماییم، میگوید دین چیه. از بلال سوال بنماییم رضی الله تعالی عنهم، او برای ما میگوید دین چیست. از خبیب سوال بنماییم که پای چوبه دار مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت و ازش خواستند که همین الان آزادت می نماییم به شرط این که از دین محمد دست بکشی. او میگوید دین چیه. از عبدالله ابن حذافه سوال بنماییم که همراهانش رو در آبهای داغ جوش انداختن و بعد از چند لحظه پوست و استخوانشون از هم جدا می شد و اون فرمانروای نصرانی ازش میپرسید نمیخواهی مسیحی بشوی؟ نمیخواهی نصرانی بشوی؟ تو را آزاد می نمایم و تمام فرمانرواییم رو با تو تقسیم می نمایم.
از این افراد سوال بنماییم، از خبابها، خبیبها، بلالها و سایر مهاجرین و انصاری که در برابر حفاظت از دین جانشون رو قربان نمودن. اینها میدونن و اتممت علیکم نعمتی یعنی چه؟ دین بالاترین نعمت هست، منظور چیه؟ اما از من مسلمان، از مسلمان امروزی که عرقی نریخته است برای دین، چه برسد به این که خونی ازش ریخته شده باشه، مسلمانی که هم و غمش دنیا بوده، نه هجرتی کرده، نه ویرانی رو تجربه کرده است، نه دربدری رو تجربه کرده است، نه زندان رو تجربه کرده، نه تکسلول رو تجربه کرده است، نه شکنجه رو تجربه کرده است. از این مسلمان سوال بنماییم دین چیست، چه نعمتی است؟ این دیدگاهش متفاوته. در همین شرایط فعلی، در همین قرن معاصر، اگر از اون مجاهد سوال بنماییم که تمام داراییش رو رها می نماید و برای حفاظت دین سلاح برمی دارد و در برابر قدرتمندان دنیا می ایستد و از جانش، مالش، خانوادهش، عشیرهش، قبیلهش، کارخانه و صنعتش، ماشینش، قصرش، همه چیز می گذرد و حاضر نیست از کوه بیاد پایین، اون میدونه دین یعنی چه. یک دهه پیش از مسلمانان بوسنی اگر سوال میکردیم، مسلمانان هرزگوین سوال میکردیم دین یعنی چه، در قلب اروپا چرا استقامت میکنید؟ چرا با سربه ها کنار نمیایید؟ برای چه نسل کشی روی شما اعمال میشود ولی شما حاضر نیستید از حکومت دموکراسی وقت اطاعت بکنید؟ اون معرفی میکنه دین یعنی چه. از اون فلسطینی که در بدر هست، از اون فلسطینی که در برابر یهودی استقامت می نماید و از جان و مالش می گذرد، از اون سوال بکنیم دین یعنی چه، نعمت دین یعنی چه، او برای ما توضیح می دهد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین مورد پسند الله ذوالجلال هست و بالاترین نعمت سروران گرامی. جوان عزیز، نوجوان عزیز، دنبال چی هستیم؟ اون نعمتی رو که الله ما را بر آن مفتخر نموده است نعمت دینه، نعمت اسلام هست. در برابر این نعمت تمام دارایی رو از دست بدهیم باز هم کاری نکرده ایم، چرا که تاریخ ما بر همین شاهد هست. و خلاصه دین چی سروران گرامی؟ ارزشش در اینه. دین یعنی در یک جمله، دین یعنی ارتباط با الله ذوالجلال، دین یعنی شناخت الله ذوالجلال، دین یعنی تعلق با الله ذوالجلال. ارزشش در همینه. دین یعنی انسان سرگردان نیست، دین یعنی انسان رها نیست، دین یعنی انسان حیوان نیست، دین یعنی ستم نیست، دین یعنی ظلم نیست، دین یعنی اینکه عدالت، یعنی صداقت، آشتی با الله ذوالجلال. این دین، تعلق با الله ذوالجلال، ارتباط با الله ذوالجلال. و این ارتباط در زندگی هر انسان مهمه که با خالقش مرتبط باشه، با آفریدگارش مرتبط باشه، بشناسه. وقتی که الله رو شناخت صاحب رسالت میگرده، اون وقت زندگیش معنا پیدا می نماید، زندگیش ارزش پیدا می نماید. اون وقت ضعیف نیست، چرا که الله رو شناخته، با ذات قوی مرتبط هست. تنها نیست، چرا که با ذات الله مرتبط هست. و اگر در سیاچال ها باشه با الله مرتبطه، تنها نیست. علامه ابن تیمیه رحمه الله مشهور است که همیشه میخوان ما یفعل الاعداء بی، ما یفعل الاعداء بی، دشمنانم با من چه کار میکنن. ایشون شخصیتی است که
در جهاد با مغولان خودش شرکت داشت. مغول یه تهاجم عجیبی در جهان اسلام نبود. یه مرحله از ویرانی در جهان اسلام گذشت. علامه ابن تیمیه رحمه الله هم از دست فرمان روایان زمان، ستمکاران زمان مورد تعقیب بود و هم در میدان جهاد حضور داشت. بارها به زندان رفت. آخر فرمود که ما یفعل الاعداء بی، دشمنان من با من چه کار میکنن؟ اگر میخوان مرا تبعید بنمایند، تبعید برای من سیاحتی است، تفریحی است. اگر میخوان مرا زندان بنمایند، حبسی، خلوه، مرا در سیاهچال میاندازند که چه؟ این بهترین فرصت هست برای ارتباط با الله ذوالجلال. خلوتی است برای من که آرزویش رو دارم. و قتل شهاده، اگر میخوان مرا بکشن، من به آرزویم رسیدم که شهادت هست. ماذا یفعل الاعداء بی، نفی سیاحه و حبسی خلوه و قتل شهاده. نه از تبعید میترسم، نه از سیاهچال میترسم و نه هم از کشته شدن میترسم. هر سه مورد برای من نعمت هست. این ارتباط با الله ذوالجلال. تنها نیست، با الله مرتبط هست. ضعیف نیست، با ذات قوی مرتبط هست. فقیر نیست، با ذات غنی مرتبط هست. این نیاز انسان هست. این ارتباط نیاز بشر هست. سرگردانی که امروز در دنیا وجود داره همینه که انسانها به خودشون رها هستند. انسان چون ذره است، این کائنات خیلی وسیع هستند. در این کائنات موجودات بسیار عظیم الجثه وجود داره. عمر این انسان خیلی محدود هست. این 50-60 سال چیزی نیست. ولی این انسان زمانی عمرش طولانی می شود، قوی می شود، گسترده می شود در پهنای این هستی که با خالق یکتا مرتبط هست. و این کل دین یعنی ارتباط با الله ذوالجلال، تعلق با الله ذوالجلال. بنابراین وظیفه مهم یک مسلمان در زندگیش حفظ این تعلق هست، حفظ این ارتباط هست، استحکام این ارتباط هست. به هر میزانی که این ارتباط قوی باشد، این تعلق قوی باشد، به همان میزان این انسان قوی هست. و به هر میزانی که این ارتباط ضعیف باشه، به همان میزان این انسان ضعیف و ناچیز هست. لذا دشمن خوب فهمیده است، چه دشمن جنی و چه دشمن انسی، و در رأس شیطان به همین نکته پی برده است. و اون روزی که از جنت رانده شد، شیطان سوگند یاد نمود که من با تمام امکاناتم، با تمام تجهیزاتم فرزندان آدم رو گمراه خواهم نمود. از چپ و راستشون، از بالا و پایین، از هر طرف محاصرهشون خواهم کرد و لشکر خودم را به کار خواهم برد. همچنانچه که من از بهشت رانده شدم، باید فرزندان آدم هم از بهشت رانده شوند. از اون سوگند تا به امروز شیطان در دنیا با ایادیش، با افرادش، با لشکرش، با حشم و با تمام امکاناتش این انسان رو، اهل ایمان رو، خدا باوران رو، کسانی که معرفت الله رو دارند، الله رو میشناسند، مورد تهاجم قرار داده است. و این تهاجم از همون یوم الست وجود داشته و تا آخر الزمان، تا قیامت وجود داره. و یه امتحان است برای انسان، برای اهل ایمان. این دنیا آزمایشی است، مورد امتحان ما قرار گرفته ایم و بالاترین امتحان همینه که بر این تعلق و ارتباط چقدر میتوانیم پایبند باشیم و در برابر نقشه های شیطان، توطئه های شیطان، برنامه های شیطان چگونه میتوانیم استقامت بنماییم. سروران گرامی،
امروز ایمان ما که بالاترین سرمایه ما هست، آیین ما، دین ما که بالاترین نعمت هست، و اتممت علیکم نعمتی، اخلاق ما، حیا ما مورد تهدید هست. و این تهدید معمولی نیست، تهدید جدی است، با برنامه هست، با دقت هست. شیطان برنامه ریزی نموده است، ایاده شیطان برنامه ریزی نموده اند. امروز بالاترین موفقیت ما، بالاترین کامیابی ما حفاظت اون نعمتی است که الله ذوالجلال در اختیار ما گذاشته است. اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نعمت دین، نعمت ایمان، نعمت حیا، نعمت قرآن، نعمت رمضان، نعمت نماز، نعمت آنچه که ما را به الله ذوالجلال وصل می‌گرداند، تمام آنچه که ما را به الله میرساند و اون تعلق ما را مستحکم مینماید، قوی مینماید. اینها بالاترین نعمت‌هایی است در زندگی ما. و اجتناب از آنچه که این رابطه را ضعیف می‌گرداند، این تعلق را ضعیف می‌گرداند. سروران گرامی، این بالاترین کامیابی ما هست. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. هر آنچه که ما را از یاد الله غافل بگرداند، هر چند فرزند باشه، هر چند نعمت‌های مادی باشه، هر چند اولاد باشه، دارایی باشه، که رابطه ما را ضعیف بنماید، هیچ ارزشی نداره. اون رابطه رو نگه داشتن الله ذوالجلال توفیق عمل عنایت فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه.